الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله خالقنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. آیه 45 و 46 سوره انفال به حضور مبارک شما تلاوت شدند و سوره انفال که به حساب دیگری این سوره را سوره بدر میگویند که واقعه جنگ بدر در این سوره مفصلا بیان شده، یکی از سوره های زیبای قرآن و سوره هست که خداوند دستورات دفاعی و آداب دفاع را به مسلمانان که امون دفاع مشروع باشد آموخته است. و ما در آخرین ماه سال قمری هستیم، ماه ذوالحجه، ماه 12 هجری قمری هست، همونطوری که ماه محرم اولین ماه سال هست. در ساعتی که در مسجد شما میبینید که اونجا سال را نوشته 1444، 12 روز بعد می شود 1445. امروز 18 ذوالحجه هست، 8 روز از عید قربان گذشته. آخرین ماه سال با قربانی کردن حضرت اسماعیل که خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد که فرزند خود را قربانی بکنید، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل هر دو تا برای این امر تسلیم شدند. حضرت ابراهیم وقتی به فرزندش گفت: انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب میبینم که سر شما را میبرم، و خواب انبیا وحی هست، الهام انبیا وحی هست.
حضرت اسماعیل به پدرش گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. من الصابرین میبینید. انجام بده اون چیزی را که به شما امر شده. از آخرین ماه سال ما با قربانی کردن و تصمیم گرفتن برای قربانی کردن حضرت اسماعیل هست و 18 ذوالحجه که امروز باشد مصادف است با شهادت حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان صاحب 2 هجرت هست، هجرت به طرف حبشه و هجرت به طرف مدینه. به امرای رقیه که دختر گرامی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، به دستور پیغمبر هجرت کرد به طرف حبشه رفت و بعد از اونجا وقتی که رسول الله به مدینه منوره هجرت کردند، از حبشه هجرت کرد دوباره به مدینه منوره آمد. صاحب 2 هجرت هست، صاحب 2 نور هست، از سابقین الاولین هست، از عشره مبشره، از خلفای راشدین. این مقام حضرت عثمان ذوالنورین. اگرچه اهل سنت والجماعت روز یا ماه به نام رحلت فلان و تولد فلان ندارند که این روز را ما بیاییم و تعطیل بکنیم و مراسم خاص داشته باشیم، اما فقط برای اینکه ما بدانیم و جوانان ما بدانند و فرزندان ما بدانند و مؤمنین و مؤمنات بدانند که وقایع صدر اسلام در چه روز رخ داده اند، گاهی تذکر اینا لازم هست. با قربانی حضرت اسماعیل شروع شد و در 18 این روز شهادت اون خلیفه راشد که در مدینه منوره در محاصره قرار گرفت، همه اصحاب می گفتند ما می خواهیم که این کسانی که شورش کردند و اعتراض دارند، می دانیم که اعتراض اونا اعتراض درست نیست، اونا را می خواهیم یک گوشمال بدهیم. حتی حضرت علی رفت و در نهج البلاغه است، اونجا رفت و گفت که همونطوری که تو داماد رسول الله، منم داماد رسول الله هستم، تو با جناب من بودی، اما یک امتیاز تو داری که تو 2 دختر رسول الله را داشته و من 1 دخترش را داشتم. من میخوام که این افرادی که آمدن اینجا بنا حق تظاهر میکنن، شعار میدن، اینا را تنبیه بکنم. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه فرمودند که من نمیخواهم در شهر مدینه منوره که شهر مدینه الرسول هست، شهر پیغمبر هست، در اینجا خون کسی به زمین بریزد و اجازه نداد. اونا بنا حق اگر خون من را میریزند مشکلی نیست، اما من نمیخواهم در این شهر پاک، در این شهر مبارک خون کسی به زمین ریخته بشود، ولو عقیده درست یا اعتراضش درست نباشد. اما من نمیخوام چنین چیز هرج و مرج در مدینه منوره رخ بده. این بود حضرت عثمان. ولی با شهادت اون این ما به پایان میرسد و شروع سال بعدی از ابتدای محرم هست. در اونجا
چیزهای وقایع تاریخی هستند. در اول محرم روز شهادت حضرت عمر فاروق و دوام محرم شهادت حضرت حسین و آل بیت اصحاب حضرت حسین. از دین اسلام از ما فداکاری می-خواهد و از ما قربانی می-خواهد. از این دو آیه که من بر شما خواندم، خداوند 5 قانون طلایی بسیار زیبایی را در اینجا ذکر کردند. یا ایها الذین آمنو 89 مرتبه در قرآن مجید یا ایها الذین آمنو آمده. اولین یا الذین آمنو در سوره بقره است. یا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اون ندای اول هست. آخرین ندام در سوره تحریم هست. یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبة نصوحا. آخرین ندای این است که ای مؤمنان رجوع بکنید، توبه بکنید، برگردید به طرف الله با توبه بسیار خالصانه از گناهانتان توبه بکنید. اون آخرین ندا هست. و این ندایی که در اینجا آمده در سوره انفال، این ندای 49می ندا هست. 49 مرتبه از سوره بقره تا امین ندا خداوند یا الذین آمنو را تکرار کرده. 40 مرتبه دیگر هم این جمله تا سوره تحریم میاد. ندای قرآن، ندای رحمان، ندای هست که خداوند ما را راهنمایی می کند. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرمایند، یکی میگویند من نصیحتی کن، بگو ارجه که الذین آمنو آمد به دقت مطالعهش میکن. اگر امر بود به جایش بیار، اگر نهی بود از اون اجتناب بکن. بهترین نصیحت امین نصیحت هست. ولی در اینجا 5 قانون طلایی خوب هستند. یک، ثبات قدمی در میدان دفاع، ثبات قدمی در میدان جنگ و دفاع هست. دفاع مشروع را همه انسان ها پذیرفتند. همه که برای خود ارتش درست کردند، همه که برای خود آمده اند و لشکر و فوج درست کردند. هدف این بوده که اونا از خود دفاع بکنند. این دفاع مشروع حق همه انسان هاست. حتی گیاهان دفاع مشروع دارند. اگر یک گیاهی که میخواد از زمین در بیاد جلوش مانع باشد، اگر بتواند اون را بر می‌دارد از سر راهش، اگر نتواند راه خود را انحراف میدهد تا به راه خود ادامه بدهد. حیوانات از خود دفاع میکنند، از محلی که خود حیطه و مکان اوناست از اون دفاع میکنند. یک حیوانی را اگر شما به اون لانه و به اون محلش تعرض بکنید، در جلوی شما می ایستد و تا پای جان از خود دفاع می کند. پس مسلمانان هم حق دفاع دارند. دفاع مشروع هست. لذا خداوند ندا می کنند یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم فئة، وقتی جماعت به طرف شما هجوم کرد، جماعت به طرف شما آمد، فثبتوا، ثابت قدم بایستید. این اولین قانون، ثابت قدم باشید، فرار نکنید که فرار کردن در میدان جنگ جز گناهان کبیره است. و در همین سوره هست اونایی که فرار میکند غضب خدا بر اونها هستند، مگر اینکه فرار کردن تاکتیکی باشد یا اینکه به طرف جماعت دیگری میروند. اول میگه فثبتوا، این قانون اول
تم واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. ذکر خدا را زیاد بگویید تا کامیاب بشوید. ذکر الله را زیاد بگویید تا کامیاب بشوید. و ذکر خدا در میدان جنگ چی بوده؟ همون نعره تکبیر مجاهدین بود که وقتی با دشمن روبرو می شدند نعره تکبیر الله اکبر سر می دادند. این ذکر خدا هست. میگه زیاد الله را یاد بکنید. سوم و اطیعوا الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول الله را داشته باشید. البته ذکر خدا را خداوند در آخر سوره احزاب آیه 41 42 در اونجا می‌فرمایند که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله کثیرا و سبحوا بکرة و اصیلا. ذکر خدا را زیاد بگویید و تسبیح خدا را صبح و غروب بگویید. الله خداوند ذکر خود را گفته اون تنها عبادتی که حد و مرز ندارد برای همه هست ذکر الله است. یک انسانی اگر جنوب باشد اعمالی را نمیتواند انجام بدهد. یک خانم اگر عادت ماهانه یا وقت زایمانش باشد 7 عمل بر اون حرام هستند. جایز نیست که نماز بخواند، جایز نیست که روزه بگیرد، جایز نیست که تلاوت قرآن بکند، جایز نیست که دست به قرآن بزند، جایز نیست که به خانه خدا طواف بکند، جایز نیست که داخل مسجد برود و جایز نیست که شوهرش با اون بستر بشود. اینا 7 عملی هستند که خانم ها در وقت عادت ماهانه یا در وقت زایمان که همون چله میگویند این اعمال را نمیتوانند انجام بدهند، اما ذکر خدا را میتوانند بگویند. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر، اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. محدودیت ندارد. روایت حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است که رسول الله به هر حال یاد خدا را می کرد، به هر حال ذکر خدا را می گفت. چه زمانی که وجودش تمیز و پاک بود، عذر شرعی نداشت مانند جنابت، و چه زمانی که پاک نبود ذکر خدا را می گفت. سبحان الله می گفت، الحمدلله می گفت، لا اله الا الله می گفت. می گفت خواجه بهاءالدین نقشبند می گویند دست به کار و دل بیار باید باشید. هم دست شما کار بکند، هم زبان شما ذکر بکند، هم دل شما ذکر بکند. و خداوند توصیف می کنند صاحبان عقل را که در آخر سوره آل عمران است که اولو الالباب کیند؟ الذین یذکرون الله قیاما، در وقتی که استادان ذکر خدا را میگویند، و قعودا در حال نشسته، و علی جنوبهم در حالی که بغل خوابیدند. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یکی ذکر، یکی فکر، و نتیجه این فکر این می شود که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رسول الله وقتی که شب بلند می شدند برای نماز تهجد، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرمایند که رسول الله این آیه آخر سوره آل عمران می خواند ان فی خلق السماوات والارض. این آیه را می خواند و بعدا فکر می کرد در خلقت آسمان و زمین. پس ذکر خداوند عام هست و در میدان جنگ هم باید ذکر خدا را انسان بگوید. دوم ذکر خدا هست. سوم دستور اطاعت الله و رسول الله هست و اطاعت از خدا و رسول الله فلاح دنیا و آخرت است. هم در دنیا انسان را کامیاب می کند و هم در آخرت کامیابه.
در سوره نساء آیه 69 خداوند در اونجا که از مؤمنان توصیف میکنند میفرمایند که و من یطع الله و الرسول، هر کسی که اطاعت خدا و رسول الله را بکند فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کسی که اطاعت خدا و رسول الله را داشته باشد، پس اینا در آخرت از مردن به بعد، از من موت به بعد، در عالم برزخ و در آخرت به امرای انبیا هستند، به امرای صدیقین هستند، به امرای شهدا و صالحین هستند. و حسن اولئک رفیقا. و خداوند در سوره آل عمران یهودیا و نصرانیا ادعا می کردند که نحن ابناء الله و احباؤه، ما به منزله فرزندان خدا هستیم، ما دوستان خدا هستیم. الله ذوالجلال فرمودند که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. از من پیروی بکنید خداوند وفاداش به شما میدهد. یکی یحببکم الله و دوم یغفر لکم ذنوبکم الله غفور. و پرسرشون که و اطیعوا الله و الرسول، اطاعت خدا و رسول الله را داشته باشید. مسئله ای که انسان را کامیاب می کند اطاعت الله و رسول الله است. و دستور چهارم این آیه که می فرمایند که و اطیعوا الله و الرسول ولا تنازعوا، با هم دیگر درگیری نکنید، با هم دیگر تنازع نکنید، با هم دیگر اختلاف نکنید. فتفشلوا، سست و زبون می شوید. و تذهب ریحکم، و غیرت شما از هم می پاشد. ماشین اگر لاستیکش پنچر بشود نمی تواند راه برود، نمی تواند که به مسیر خود ادامه بدهد. بچه ها بازی می کنند، توپی در اختیارشان هست، ناگهان توپ بادش خالی می شود. آیا می توانند توپ بازی بکنند؟ بازی خود را نمی توانند ادامه بدهد، برای اینکه بادش خالی شده. خداوند چیز تعبیر جالب دارد. همون طوری که یک لاستیک پنچر بشود، همون طوری که یک توپ پنچر بشود، بادش خالی بشود، نمی تواند که حرکت بکند. اگر شما هم اختلاف و تنازع داشته باشید، برایتان نمی توانید ادامه بدهید. و تذهب ریحکم. و دستور پنجم واصبروا، در میدان جهاد صبر داشته باشید. ان الله مع الصابرین، خداوند به همراه صابرین هست. اینجا معیت خاصه مراد است که خداوند با نصرت خود، با کمک خود به همراه شما هست. ان الله مع الصابرین واصبروا ان الله مع الصابرین. 60 خورده مرتبه لفظ صبر در قرآن آمده. بارها برای شما بیان شده که صبر در 3 میدان هست. صبر در میدان نبرد و جهاد، صبر در اطاعت خدا و رسول، و صبر در وقت مصیبت. در این 3 میدان شما صابر باشید و خداوند مع الصابرینه. اون معیت خاصه به جای خود که خداوند در سوره زمر می فرماند انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. خداوند صابران را مزد می دهد بدون حساب. اینا 5 دستور طلایی بودند که الله ذوالجلال در اینجا ذکر فرمودند. و امروز ما می بینیم خسارتی که جهان اسلام دارد، خسارتی که به مسلمین وارد شده، همین تنازع، نزاع و چندستگی و اختلاف هست. امروز ما میبینیم که علامه اقبال جمله دارن شب پیش خدا بگریستم و زار،
شب پیش خدا بگریستم و زار، مسلمانان چرا خارند و زارند، مسلمانان چرا خارند و زارند. ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و محبوبی ندارند. محبوب حجازی را از دست دادند، دلی دارند و محبوبی ندارند. این اختلاف و چند دستگیز انتظ انگلیس و خارجیه هاست. اختلاف بیانداز و حکومت کن، یا اختلاف بیانداز و سروری کن، اختلاف بیانداز و براندازی کن. انتظ اونا هست. امروز ما ایالات متحده داریم، اتحادیه اروپا داریم، سابقا اتحاد شوروی را داشتیم، اما اتحادیه مسلمانان کجاست؟ ارتش منظم کشورهای اسلامی کجا هست؟ اون ارتشی که واکنش سریع نسبت به مسلمانان و خاک مسلمین داشته باشند کجاست؟ نه کجا هستند؟ نزدیک به 80 سال مردم فلسطین آواره‌اند، بیچاره‌اند. مسلمانان چرا خوابند؟ چرا بیدار نمی شوند؟ این خواب گران مانند مرگ هست، مانند موت هست. کی از این خواب گران و از این موت زنده بشون معلوم نیست. علامه اقبال جملات زیبایی دارند درباره همین که مسلمانان چرا متفرقند، چرا یک پارچه نیستند. حالا چند تا اشعاری که علامه اقبال قبل از اینا را میگوید، بعد پشت سرش عنوان دارد: پس چه باید کرد و ای اقوام شرق؟ پس چه باید کرد و ای اقوام شرق؟ خیلی زیبا می سرایند: به کار خود را امتان بردند و پیش، کار خود را امتان دیگه جماعتان بردند و پیش، تو ندانی قیمت سارای خیش. این سارای خیش میدانی؟ اسلام از سارای عربستان شد. تو ندانی قیمت سارای خیش، امتی بوده امم گردیده ای. یک امت بوده اما امروز امم شده. عرب جدا، عجم جدا، زبانهای مختلف جدا، مرامر قوم جدا، در حالی که میگفته علامه اقبال: نه ترکو نه افغانو نه ترکو نه تتارم، چمن زارم و از یک شاخسارم. نه افغانو نه ترکو نه تتارم، چمن زارم و از یک شاخسارم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است، که ما فرورده یک نوبهارم. که ما فرورده یک نوبهارم. اسلام امتی بودی امم گردیده ای، بر خود را خودی زهم پاشیده ای. میگه بر خود را خودی از زهم پاشیده ای، خودیت را ازم پاشیده ای. بعد فرمایند که هر که از بند خودی واراست مرد. خودی را ویل نکنید، خود را ویل نکنید. هر که از بند خودی واراست مرد، هر که با بیگانگان پیوست مرد.
با بیگانگان. یکی به چین وابسته، یکی به روسیه وابسته، یکی به امریکا، یکی به انگلیس وابسته، یکی به غرب و یکی به شرق. می‌فرمایند که هر که از بند خودی واراست و مرد، هر که با بیگانگان پیوست و مرد. آنچه تو با خویش کرده کس نکرد، آنچه تو با خویش کرده خویش نکرد. روح پاک مصطفی آمد به در. تکبیر! در پایان همین اشعار در صفحه 476 همین اشعار قبلی را که میگوید، بعد میگوید عصر خود را بنگر ای صاحب نظر، عصر خود را بنگر ای صاحب نظر، در بدن باز آفرین روح عمر. تکبیر! امروز ما میبینیم که این اختلافات چه بلایی بر سر عراق آوردن، چه بلایی بر سر سوریه آوردن، چه بلایی بر سر یمن آوردن. هر که ساز خود را می نوازد. چه بلاهای بر سر امت مسلم آمد. نزدیک به 80 سال است فلسطینیا هاواره‌اند. سرزمین پاک فلسطین قبله اول مسلمین اشغال شده و ما با خود نزاع و درگیری داریم. مرد پیدا نشد مانند عمر فاروق، مانند خالد بن ولید، مانند صلاح الدین ایوبی که قبله اولین مسلمین را آزاد بگرداند تا مسلمانان در اونجا نماز جمعه برپا کنند. تکبیر! بلندیای جولان که متعلق به سوریه بودند، بسیار منطقه سوق الجیشی استراتژیکی، اینا را اسرائیل آمد و اشغال کرد. نه پدر که اسمش اسد بود، نه فرزند که اسمش بشار بود، نه بشار و نه اسد. این بی هویت ها یک گلوله‌ام به طرف اسرائیل شلیک نکرد. تکبیر! یکی صحبت میکرد، میگه ما سوریه رفته بودیم، قنیطره آخرین حصه کشور سوریه است، کوههای بلند جولان روبروی ما بودن. میگه حتی به ما توصیه کردن، اونا نیروهای اسرائیلی بالای اون کوها، توپ و تانک به طرف ما بود. گفت حتی با انگشتمون طرف اشاره نکنید که از اونجا میزنن. همین بود غیرت اسلامی. ما خود را کشتیم. در سوریه چه کسانی را کشتیم؟ هم دیگر کی بودن که دیگر را کشتن؟ در عراق چه کسانی را کشتیم؟ در یمن چه کسانی را میکشیم؟ ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. خداوند میفرماید تنازع نکنید، سست و زبون و فشل میشوید، پنچر میشوید، بادتان خالی میشود. تکبیر! اردوگاهی داشتیم به نام جنین در کرانه باختری رود اردن. این فلسطینی‌ها فرار کردن، اونجا پناه بردن. اما این روزا میبینید که با اون پناهندگان که آواره هستند، پناهنده اونجا شدن، به اون آوارگان امروز رژیم صهیونیستی چه رفتاری دارد؟
چه اندازه اونا را به شهادت میرساند، چه اندازه اونا را نابود میکند. متاسفانه کشورهای اسلامی اگر به اونا یک اسلحه میدن، اسلحه‌ای که کارایی ندارد. اگر فلسطینی‌ها 2 نفر صهیونیست مهاجم را بکشند، اونا 2000 نفر میکشند. اون موشک و غیره یا در اختیار اوناست. من وقتی که اونا را میبینم در فیلم ها که شلیک میکنند، میگه اینا آبپاشند، بخش آبپاشی میکنند، یا اینا اسلحه جنگیه. این شرم است و ننگ است برای جان اسلام. اسلحه‌ای که ما داریم چی است، اسلحه‌ای که اونا دارن چی است. و امروز ما این قطعاً بدانیم که اون رژیم صهیونیستی ام روسیه پشتش هست، ام امریکا پشتش هست، ام غرب پشتش هست، همه در پشتش هستند و اون رابطه حسنه دارند. و متاسفانه این روابط میخوان در جهان اسلام هم با اون رژیم صهیونیستی روابط برقرار میشوند که من این را ننگی میدانم، کار خوبی نمیدانم. باید فلسطین آزاد بشود، باید مسلمانان فلسطینی آزاد بشوند. روز جمعه برای نماز جمعه و در نمازهای پنجگانه مشکلی داشته نباشند. و انسان وقتی که اون صحنه ها را میبیند، اون فیلم ها را، چندین سال قبل از این من گفتم من به این حکام مسلمین نفرین میکنم وقتی که زن فلسطینی را یا زن مسلمان را میبینم که زیر چکمه و پوتین های سربازان صهیونیستی لطفار میشوند و جیغ و داد میکنند. در کشتی یک تعارض یک زن مسلمان شد در زمان خلفای عباسی بود. و معتصما گفتون خانم، ای معتصم که تو ادعا داری که من رهبر مسلمین هستم، من خلیفت المسلمین هستم، تو کجایی که در کشتی به من توهین می شود؟ و امن و معتصما وقتی که به گوش معتصم بالله عباسی می رسد، ایالت سند پاکستان را می رود فتش می کند که مسلمانان و زنان مسلمان بی صاحب نیستند که شما در کشتی با اونا توهین میکنید. در هر روزی و در هر ساعتی و در هر شب و روزی در این قسمت ها چه توهین هایی که به زنان مسلمان نمی شود، به مسلمانان نمی شود، به زن و کودک و پیر و جوان نمی شود. ما باید فریاد اون مسلمین برسیم. الله عزوجلال همه ما را توفیق عمل نیک بدهد و از کارهای بد و زشت نگاه بدارد و این آیات را سرلوحه زندگی خود مسلمانان قرار بدهند که وقتی در جنگ‌های روم و فارس وقتی صحابه روبرو می‌شدند، امین آیات سوره انفال را خواندم و ابن کثیر درباره صحابه چه زیبا گفته. اونایی که مصداق اولین آیه هستند، مخاطب اولین آیه هستند. قال ابن کثیر وقد كان للصحابه رضی الله تعالی عنهم، صحابه رضی الله تعالی بودن فی باب شجاعت، در باب شجاعت و ایتمار به جا آوردن امر خدا، بما امرهم الله و رسوله و امتثال ما ارشدهم، به جا آوردن اون چیز خدا اونها راهنمایی کرده بود. ما لم یکن لاحد من الامم والقرون قبلهم، قبل از اونها نبوده، ولا یکون لاحد من بعدهم، بعد از اونها باشد. فانهم ببرکت الرسول، صحابه ببرکت صحبت رسول و طاعته فيما امرهم فتحوا القلوب والاقالیم شرقا و غربا فی المدة الیسیره، ام دلها را فتح کردند و ام کشورها را فتح کردند در مدت 30 سال. در مدت 30 سال فتح کردند. ما قلت عدد کم بودن به نسبت الى جیوش سایر الاقالیم من الروم، در مقابل ارتش مجهز روم بودن، ایران بودن، ترک بودن، سقالبه بودن، بربر بودن،
حبوش حبشیا بودند و اصناف سودان در مقابل سیاه‌پوستان و قبط که مصریا بودند و طوائف بنی آدم. قهروا الجمیع حتی علت کلمت الله، همه را مغلوب کردند تا کلمه خدا همه جا جاری شد. و ظهر دینه علی سایر الادیان. خداوند 3 مرتبه میگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. 3 مرتبه این آیه را میگوید. در سوره توبه میگوید، در سوره فتح میگوید، در سوره صف میگوید، یا سوره جمعه که اشتباه نکنم. ولی میفرمایند که قهر الجمیع حتی علت کلمه و ظهر دینه علی سایر الادیان. 3 تمدن را مغلوب کردند، ایران و روم و مصر را. و امتد الممالک الاسلامیه فی مشارق الارض و مغاربها فی اقل من 30 سنه، کمتر از 30 سال. رضی الله عنهم و ارضاهم اجمعین. و حشرنا فی زمرتهم، خدا را ما بیامرای اونا حشر بکند، انه کریم وهاب. در تفسیر نمونه ضمن آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اونجا از اتحاد مسلمین صدر اسلام صحبت میکنند که در مدت 30 سال مشرق و مغرب، جنوب و شمال خاورمیانه را و کشورهای که امروز به نام کشورهای اسلامی هستند فتح کردند. الله عزوجل محبت صحابه را در دل ما بیارد، همونطور قرآن به ما تعلیم داده. والذین جاءوا من بعدهم، اونایی که بعد از صحابه میان میگویند و یقولون ربنا استغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، خدا ما را مغفرت کن، برادران ما که قبل از ما جلوتر از صدر اسلام تا امروز رفتند. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، و در دل ما غل و غش قرار نده. و ابن کثیر چه زیبا صحابه رسول الله را تعریف کرده. و همچنین صاحب تفسیر کابلی در ضمن من آیه